این جاده هیجان انگیز و جذاب که دو طرف جاده تا چشم کار میکنه آب هست، مسیر روستای صراحیه یا همون ونیز ایرانه. روستای صراحیه یک روستای روی آب در تالاب شادگانه که داخلش فقط با قایق تردد میشه. این روستا در شهر شادگان استان خوزستانه. تالاب شادگان یک تالاب بین‌المللیه که 400,000 هکتار وسعت داره و ثبت یونسکو شده و 152 گونه پرنده و 40 گونه پستاندار داره که مهمترینش دلفین، گراز، گاومیش، گربه جنگلی و گرگ هست. خونه های این روستا روی جزیره ها با آجر و حصیر ساخته شدن و شغل مردم روستا دامداری به ویژه گاومیش، ماهیگیری، شکار پرنده و نیبری هست. گاومیش ها داخل تالاب زندگی میکنن و لبنیات گاومیش هم خیلی خوشمزه است. اگر رفتین حتما امتحان کنید.